سلامونه ستړي مشئ جوړ په خیر خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ ګلونو موږ د بیان برخې د بدې برخې نن لفظي صنعتونه وایو په لفظي صنعتونو کې یا لفظي ښایستونه وایو لفظي ښایستونه کوم ښایستونه دي هغه ښایستونه دي چې لفظا یا د لفظ مراعات کول په هغه کې واجب دي یا موږ یو صنعت یا یو ښایست لفظا پکې ګورو په لفظي صنعتونو کې اولین صنعت چې موږ وایو هغه ترسي ده ترسي عربي کلمه ده په لغت کې د جواهر نصفولو ته وایي شاندن جواهرات است کلمه عربی است اصطلاحا اگر شاعر شعر خود یک اسمی جور کنه که در مقابل هر کلمه یک کلمه دیگر در وزن و حرف آخر یکسان باشه این ترسي صنعت میگم مثال اینجا ما قلم تبدیل میکنم تا که بفهمیم خوب اینا په در مقابل په حالت د عاشقانو نظر بویا په زیارت د شهیدانو گذر بویا په در مقابل په حالت زیارت د عاشقانو شهیدانو نظر گذر بویا بویا هر کلمه در مقابل کلمه دیگر در وزن حرف آخر یکسان است این ترسي صنعت میگم دومین صنعت که من میخوانیم او سجا است سجا کدام صنعت را میگم سجا لغوی صدای موزونی کبوتر نمیگم اصطلاحاً اگر شاعر در جریان عبارات در جریان شعر خود دو یا چند کلمه یک قسمی بیاره که در وزن و حرف آخر یکسان باشه که در وزن و حرف آخر در او وزن و حرف آخر مراعات شده باشه این را سجا صنعت میگم آن صنعت را سجا میگم که در او سجا لغوی ببخشید این را حذف کردم میتونیم دومین صنعت که من میخوانیم او سجا صنعت است سجا صنعت کدام صنعت را میگم آن صنعت را میگم که شاعر در جریان عبارات خود به یک وزن و یک صدا برابر یا مساوی کلمات بیارن اصطلاحاً لغوی سجا صدای موزونی کبوتر را میگم اصطلاحاً که به یک وزن و یک صدا کلمات مساوی استفاده کنه سین و سجا اول سجا متوازی متوازنه مترفه متوازی سجا آن سجا را میگم که شاعر دو یا بیشتر از دو کلمات یک قسمی بیارن که او در وزن در شمار حروف و حرف آخر یکسان باشه در سجا من 3 فاکتور دارم او فاکتورها وزن است تعداد حروف است و حرف آخر است اگر این حرف آخر و تعداد حروف و وزن در نظر گرفته نشه 3 فاکتور همینجاست که بچه ها یا شاگردا بسیاری وقت اینجا سوالات را غلط میکنه متوازی را مترفه میگن مترفه را متوازی میگن که من اینجا مثالش میارم متوازی سجا آن سجا است که هم وزن هم تعداد حروف و هم حرف آخر یکسان باشه مترفت متوازن سجا آن سجا را میگم که هم تعدادی وزن از لحاظ وزن تعداد حروف و حرف آخر خلاف باشه این هر دو یکسان حرف آخر خلاف و مترفت سجا آن سجا را میگم که تنها حرف آخرش یکسان باشه یا وزن زیاد و کم باشه یا حرفی در تعداد حروف مختلف باشه ولی اساسی فاکتور حرف آخر است که او باید یکسان باشه من به هر یک مثال ها میارم خود به خود شما سجا را پیدا کرده میتونید مثال اولین سجا من میگم خپل ژبه هم کلا ده هم بلا اینجا نوشته میکنیم خپل ژبه هم کلا بلا
اینه حساب میکنیم. کاف لام الف چند حروف شد؟ 3. ب لام الف چند حروف شد؟ 3. کلا بلا. وزن مساوی. حرف آخر مساوی. هر 3 فاکتور مساوی شد. ایرا متوازی سجا میگم. دومین سجا که من میخوانیم او متوازن است. آن سجا را میگم که وزن و تعداد حروف یکسان باشه اما در حرف آخر یکسان نباشه. خنم دیده زن، بدنم دیده قام. زن قام. خب این طرف نشته میکنیم تا که خوبتر بیایه. زن قام. وزن ببین حرف آخر خلاف است، یا این رقم بگویم وزن یکسان، تعداد حروف یکسان ولی حرف آخر خلاف. امی قسم مترف سجاست. مترف سجاست او هم د کمزوری یا جراوی یا کیرا. کسی کمزور باشه یا گریه میکنه یا بدوا. جرا کیرا. کیرا ببین جرا کیرا وزن یکسان. وزن یکسان. حرف آخرم یکسان اما در تعدادی حروف یکسان نیست. این که از 3 حروف است، این که از 4 حروف است. این طرف میایم. خب پیش از اینکه تجنیس شروع کنم من اینجا یک باریکی گفته بودم بسیاری اینها که از تعدادی حروف در نظر گرفته نمیشه. اگر تعدادی حروف در نظر نگیریم اینمی جلا و کیرا ایره متوازی میگیم یا مترفه میگیم. پس همینجاست که قاعده این است چه زبان دری باشه، چه پشتو باشه، چه عربی باشه که هم تعداد، وزن و حرف آخر یکسان باشه. ایره میگم سجع صنعت. میاییم صنعت تجنیس را میخوانیم. کدام صنعتی را میگم؟ آن صنعت را میگم که شاعر تجنیس چې شاعر په خپل شعر کې 2 یا ډېرې داسې کلمې راوړي چې په لیک او لوست کې سره یو وي. 2 یا بیشتر از 2 کلمات قسمی بیاره که در نوشتن و خواندن یکسان باشه. خب من 2 گپ گفتم. یک نوشتن گفتم، دیگر خواندن گفتم. من اینجا یک فرمول بریتان به دست میتم. این طرف نوشته میکنیم از اینا. پس از او باز این طرف میاییم. من 2 گپ گفتم که تجنیس کلماتی را میگم که در لیک نوشتن، لست، خواندن یکسان یک کمی تغییر داشته باشه. این کمی تغییر تجنیس را به 7 نوع تقسیم میکنه. یک را تام میگم، ناقص، زاید، مرکب، مکرر، مترف، خطی. سعی کنید تام که در نوشتن هم یکسان باشه، در خواندن هم یکسان باشه اما معنیش تغییر. دوم ناقص تجنیس که در نوشتن یکسان اما حرکتا تغییر. زاید تجنیس سوم که هر 2 کلمه بسیط باشه، باید داشته باشد ولی یکی از متجانسین یک حرف زیاد داشته باشه. یک حرف، هر 2 کلمه بسیط است. مرکب، یک کلمه مرکب است، 2 کلمه که است ای بسیط است. مکرر، بخش کلمه قافیه، بخش از کلمه قافیه بخش سجع گردان میشه. د قافیه د کلمه د سجع برخه گردانی. از کلمه قافیه تنها بخش سجع 2 دفعه گردان میشه.